بنده همون رو به چشم مشاهده کردم. ما باید برخوردار باشیم از تسلیحات بازدارنده. اگر یک کشوری تسلیحات بازدارنده نداشته باشه زیر پای دشمنان له میشه. تسلیحات بازدارنده یکی از واجبات ملت ماست. آمریکایی‌ها بی خود در این قضیه دخالت میکنن. شما موشک فلانجوری داشته باشید، فلانجوری نداشته باشید، با فلان برد داشته باشید، بیشتر از اون نداشته باشید. به شما چه؟ به شما چه؟ ملتی که